سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دو روبر فعال بدخشانی های روسیه اورز وزیربیکوف و رمزیز شوگونوف در فرودگاه مسکو گم شدند. ایدبک لطیپوف نام نو در پرونده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی. کاورا کوکولوف را برای ساختمان خودسرانه خانه جریمه بستند. مادر جوان با دو کودکش زیر چرخ ماشین ماند، مادر جان باخت، کودکان در بیمارخانه. در یک روز در تاجیکستان با 3 نفر از جمله 2 نفرش غرق شدند. سوختار در کاوهخانه عزیزجان در راه خوجند غفوروف. و اکنون تفصیلات خبرها. دو فعال جمعیتی زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مسکو، اورز وزیربیکوف و رمزی وزیربیکوف، شام جمعه 29 ایول سال 2022 در فرودگاه دمدید و غیب زدند. در این باره روز 30 ایول پمیر دیلی نیوز نشریه‌ای که حوادث مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند با تکیه به منابع آگاهش خبر داد. هواپیمای آنها از یکاترینبورگ ساعت 19:30 در دمدیدوف نشست و آنها در این باره به نزدیکان خود خبر دادند. بعد این رقم‌های آنها دست نورش شد. خبر دادن منابع پمیر دیلی نیوز. اورز وزیربیکوف و رمزیز شوگونوف نسبت به سیاست حکومت تاجیکستان به ویژه در مسئله ولایت مختار کوهستان بدخشان نظر و موقع انتقادی اپوزیسیونی داشتند. وقتهای آخر آنها به شدت از مقامات تاجیکستان برای سرکوب موج اخیر اعتراضات در روشان و خوروغ توسط عملیات حربی که در نتیجه آن 10 نفر کشته و 10 تن دیگر از فعالان این لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر شدند انتقاد میکردند. هم اورز وزیربیکوف و هم رمزی شوگونوف شهروندان روسیه اند، ولی در گذشته چندین مورد از شهروندی روسیه محروم و سپس به تاجیکستان اخراج کردن شخصیت‌های معروف رخ داده بود که نمونه‌های اصلا برجسته‌اش اخراج کرامت شریپوف و عزت امان است. بعد اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مسکو که زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان دایر کردند، روسیه الکی دست کم 5 زاده این ولایت مختار از جمله ستاره جوان ورزش پاپ MMA چهارشنبیف و یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشانی ها در روسیه امردین علووشایف و فعالان جوان مسلم نوروز و جانبک چهارشنبیف را به مقامات تاجیکستان سپرده است. فعالان بدخشانی ترس دارند که مسکو اورز و رمزی وزیربیکوف ها را هم میتواند به دوشنبه بسپارد اگر الکی نسپرده باشد. برخی منابع میگویند هر دو را الکی چند ساعت بعد پایین شدنشان از هواپیمای یکاترینبورگ به هواپیمای دیگر راهی دوشنبه بار کرده به دوشنبه فرستادند. اورز وزیربیکوف از محله اوپیده شهر خوروغ است و او را وارث امام نظروف یکی از لیدرهای غیر رسمی پرنفوذ بدخشانیا که تابستان سال 2012 کشته شد میشمارند. زادگان بدخشان در روسیه اورز وزیربیکوف را یکی از لیدرهای اساسی جمعیت بدخشانی ها در این کشور نام میبرند و میگویند او در جمعیت نفوذ زیاد داشته. در گذشته برای حل چندین مشکلات زادگان از جمله مناقشه‌ای که با چچن‌ها برخواسته بود مساعدت کرده است، ولی در اظهاراتش اورز وزیربیکوف تنها همین قدر میگوید که با صورت اختیاری به فعالیت جمعیتی نیز مشغول بوده کوشش میکند تا ترتیبات را در داخل جمعیت پامیری ها نگاه بدارد. طبق اطلاع دریافتی تحقیق پرونده خبرنگاران دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده، احتمال روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده شود. یک دلیل مقامات به ضد آنها تبلیغ شرکت بوده است که گویا نام صاحبش در روی خط سیاه بانک ملی است. خبرنگاران گفتند در این باره نمیدانستند. صحیفه دلیر امامعلی در یوتیوب ماه‌های اخیر فعال بود و نوارهایش را از 50,000 تا 1 میلیون بار میدیدند. او به مثل بسیاری از بلاگران به عوض مبلغ مال و محصولات دیگران را تبلیغ میکرد. یکی از همین تبلیغها حالا برای دلیر امامعلی و همکارش عبدالله غربتی دردسر آورده است. به اطلاع دریافتی عبدالله غربتی و دلیر امامعلی به تبلیغ شرکت النور متهم شدند. رئیس شرکت ایدبک لطیپوف گویا در روی خط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان علاقمند با تروریسم بوده است. ایدبک لطیپوف روز 29 ایول در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از سال 2007 باز در مصر کار و زندگی دارد و اتهامات مقامات را نسبت به خود بی اساس نامید، در حالی که نام او را در روی خط لطیپوف ایدبک فیزبیکوویچ سانه تولدش 29 اپریل سال 1970 نوشتن. خودش میگوید لطیپوف ایدبک فاضل بیکوویچ است و سال تولدش 1982. بانک ملی تاجیکستان روی خط سیاه را به هدف پیشگیری از پولشویی و سرمایه‌گذاری سلاح قتل عام
ترتیب داده است افراد شامل به اون به تاجیکستان پول فرستادن نمیتوانند. نام ایدیبک لطیپوف و شرکت النور که تبلیغ اون برای دلیر امامعلی و عبدالله غربتی مشکل آورد ماه امسال در صفحه یوتیوب دلیر امامعلی پیدا شد. لطیپوف در تماس تلفنی رد نکرد که برای تبلیغ شرکت النور به صفحه دلیر امامعلی مراجعت کرده است، اما گفت این خبرها نسبت من تومت است. تقریبا 16 سال پیش از تاجیکستان خارج شدم و با تاجیکستان هیچ ارتباطی ندارم. 10 فرزند من در مصر تولد شدند. همکاری با صحیفه هایی که بیننده زیاد دارند حق من است. به کدام اساس مرا بر روی خط سیاه وارد کردند خبری نداشتم. این دروغ است. وکیل دفاع به سبب مخفی بودن پرونده چیزی نگفت. یک منبع آگاه از قضیه گفت ایدیبک لطیپوف در آخر ماه اپریل برای تبلیغ به عبدالله و دلیر مراجعت کرد. بر سر نرخ به سازش رسیدند. خبرنگاران برای گرفتن پول کارد ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد کردند. ایدیبک لطیپوف گفته است نمیتواند از مصر به تاجیکستان پول فرستد. همصحبت ما افزود لطیپوف از دلیر امامعلی و عبدالله غربتی خواسته است کارد یکی از بانک‌های روسیه را فرستند و او پول را به آنها میرساند. ایدیبک لطیپوف در تماس تلفنی این نکته را نیز رد نکرد، ولی دلیلش را چنین گفت: همکاران زیاد ما در قزاقستان و قرقیزستان و روسیه هستند و با آنها توسط کارت‌های اسپربانک داد و گرفت میکنیم. در بانک‌های تاجیکستان حساب نداریم. ما این را گفته بودیم. این 2 روزنامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی گفتند نمیدونستیم که نام ایدیبک لطیپوف مالک شرکت النور در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی است. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روزهای 15 ایون از سوی ماموران داستانی نایه شاه منصور دستگیر شدند. در آغاز دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی و رسانیدن خبر بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمندان پلیس گمانبر میشدند. در مقامات علیه 2 روزنامه‌نگار به اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده کشیدند. نزدیکان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی عیبنامه را رد میکنند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. دادگاه ناحیه جامی ولایت ختلان کورک کوکولوف ساکن 62 ساله ناحیه یووان را با جرم ساختمان خودسرانه خانه استقامتی در قطعه زمین خودسرانه اشغال کردهش گناهگار شناخت و به اندازه 200 نشان دهنده برای حسابها برابر به 12800 سامانی یا قریب $1200 امریکایی جریمه بسته است. حکم کوکولوف هنوز روز 3 مارس سال 2022 صادر شده است، ولی مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان تفصیلات این پرونده را تازه روز 29 ایول نشر کرد. بنا به این منبع کوکولوف کورک خدایارویچ سال تولدش 1960 ساکن ناحیه یووان ولایت ختلان ماه اکتبر سال 2021 غیر قانونی به قرار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه جامی در جماعت دیهات افتخار از حساب زمین‌های فوند مخصوص ناحیه به یگان اجرت تصدیق کننده به طور خودسرانه در 0.8 هکتار یا 8 سوتق قطعه زمین را غصب کرده در آن منزل استقامتی ساخته است. از طرف پروکورور ناحیه جامی نسبت به کوکولوف بر اساس قسم 2 ماده 338 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده بعد انجام تفتیشات پیشکی به سود ارسال کرده شد. کوکولوف در حال با جریمه به مبلغ 12800 سامانی خلاص خورد که قسم 2 ماده 338 همچون جزا برای ساختمان خودسرانه و اشغال خودسرانه زمین جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده برای حسابها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال را پیش بینی میکند. مسئله دسترسی به قطعه زمین برای ساختمان منزل در تاجیکستان که شماره اهالیش روز تا روز می افزاید و در 30 سال اخیر قریب 2 مرتبه افزوده از 5 میلیون سال 1991 حالا به 10 میلیون نفر رسیده است. یک مسئله دوغ و میتوان گفت مشکل رقم 1 به شمار می رود. هر سال 10 منصبدار در این جمهوری برای گرفتن پوره از ساکنان با وعده جدا کردن قطعه زمین دستگیر میکنند و مقامات 10 منزل الکی ساخته شده ساکنان را به دلیل غیر قانونی جدا کرده شدنش خراب میکند. روز 3 ایول سال 2022 قهوه‌خانه عزیزجان، یک قهوه‌خانه پرمشتری در کنار شورای خوجند غفوروف در شمال تاجیکستان به کام آتش رفت. خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان با نشر چند عکس از جای حادثه خبر داد که بر اثر سوختار بام بنای قهوه‌خانه پوره سوخته به خاکستر تبدیل یافته است
ولی کسی از کارمندان و مهمانان این مؤسسه آسیب ندیده است. در ویدیو که شاهدان از جای حادثه نشر کردن دیده می شود که از طرف بنای کاوهخانه عزیزجان علنگه غفص دود به آسمان بلند شده ایستاده است و ازدحام بزرگ در اطراف محل سوختار به مشاهده می رسد. همچنین در جای حادثه دست کم 2 ماشین سوختار نشانی دیده می شوند که به فرو نشاندن سوختار مشغولند. بختیار سیدالله‌زاده سردار خدمات سوختار نشانی نویه باباجان غفورов به سپوتنیک خبر داد که سوختار ساعت 11:30 سر زده به مساحت بیش از 160 متر مربع دامن پهن کرده است. او افزود که آتش نشانان توانستند در بین 1 ساعت سوختار را فرو نشانند. بنا به نتیجه های اولیه معلوم شده است که سوختار از حساب موری جای سیخ کبابپزی رخ داده بام بنا را فرا گرفته است. خوشبختانه به نفران در داخل کاوهخانه قرار داشته آسیب نرسیده است، ذکر کرده است سیدالله‌زاده. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 28 ایول سال 2022 در قلمرو جمهوری با 3 حادثه غرق شدن شهروندان ثبت شده است. از جمله صبح 28 ایول به نوبتدار ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوق زنگ زده خبر دادند که یک مرد در آبانبار بر تاجیک غرق شده است. نجات بخشان به جای حادثه آمده معلوم کردند که در یک مکان برای آببازی ممنوع آبانبار یک ساکن 39 ساله شهر دوشنبه غرق شده است. روز اول نجات دهندگان تا ساعت 19:10 جسد را جستجو کردند ولی به نتیجه از صبح 29 ایول جستجو از سر گرفته شده است. حادثه ناخوش دوم در ولایت ختلان روی داده است. ساعت 11:20 به ریاست ولایت‌های فوق‌العاده این ولایت خبر دادند که یک نورس 16 ساله از دهه رودکی واقع در کنار شهر باختریان ناحیه کوشانیان هنگام چرانیدن چاروا در ساحل دریای وخش از بی‌احتیاطی به آب افتاده غرق شده است. نجات بخشان ریاست به جای حادثه رفته تا ساعت 19:35 جسد را جستجو کردند. عملیات جستجو از صبح 29 ایول از سر گرفته شد. حادثه سوم در دوشنبه و باز هم در کانال دریوتسانی واقع در حدود ناحیه اسماعیل سامانی روی داده است. با وجود آنکه در ساحل این کانال تابلوها با نوشتن آبازی منع است ولی باز هم در آنجا کودکان غرق می شوند. روز 28 ایول در کانال دریوتسانی یک نورس 15 ساله از دهه بوستان ناحیه جماعت ولایت ختلان غرق شده است. جسد او را پیدا کرده از آب برآوردند و به مقامات مربوطه سپردند. یادآور می‌شویم روز 26 ایول در تاجیکستان یک باره 5 نفر سنشان از 11 تا 18 ساله غرق شدند. بنا به اطلاع دریافتی از اول سال شماره غرق شدگان الکی از 120 گذشت. تقریبا 70 نفر آنها کودکان و نورسان تا سن 16 میباشند. به حساب رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در 6 ماه اول سال 2022 در رود و کوههای تاجیکستان 84 نفر به هلاکت رسیدند. سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 28 ایول سال 2022 تخمینا ساعت 16:00 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز اسلاموف رمضان تقویویچ سال تولدش 1996 ساکن ناحیه مومن آباد هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر وحدت در حدود ناحیه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گردان ولامد سید جعفر سال تولدش 1995 با 2 فرزند نابالغش شریف عبدالرحمن سال تولدش 2016 و شریف عزیزما سال تولدش 2018 ساکنان ناحیه رودکی را پخش نموده است. در نتیجه ولامد سید جعفر در بیمارخانه به هلاکت رسیده. خردسالان شریف عبدالرحمن و شریف عزیزما جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. بنا به آخرین معلومات وزارت کارهای داخلی که روز 19 ایول نشر شد در 6 ماه اول سال 2022 در تاجیکستان 482 صدمه روی داده. در این صدمه ها 180 نفر به هلاکت رسیده و 509 نفر دیگر جراحت برداشتند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.